یک نوار با حضور سلیم عبدولیف در گذشته شخصیت معروف در عالم جنایی و حالا معاون رئیس کمیته ملی المپی ازبکستان بحث گرمی را در قرقیزستان برپا کرد. در این ویدیو که روز 13 فوریه به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، دو نماینده قرقیزستان سلیم بویبچه را آدم خودی معرفی کرده و برای پشتیبانیش از قرقیزها به خصوص رئیس جمهور سورونبای جینبکوف توصیف نمودند. این دو نماینده قرقیزستان در تن جامه و در سر طاقه زردوزی دارند و در دو طرف سلیم بویبچه جای گرفتند. آنها با زبان روسی میگن که سلیم بویبچه تکیهگاهی آنهاست. سلیم عبدولیف در نوبت خود بر رشد همکاری‌های میان ازبکستان و قرقیزستان تاکید کرده اظهار امید نموده است که در آینده مناسبت‌ها بهتر خواهند شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در قرقیزستان این ویدیو را مایه خجالت زدگی دانستند. بسیاری ها این را یک خوشامده دانستند که آبروی نمایندگان قرقیزستان را به اصطلاح به زمین زده است. اما تا به حال ریاست جمهوری قرقیزستان این ویدیو مخصوصا حمایت سلیم بویبچه از سورونبای جینبکوف را شرح نداده است. سلیم بویبچه در برابر غفور رحیم و علیمجان توخته آخونوف ملقب به تایوانچیک از مشهورترین نمایندگان عالم جنایی ازبکستان نامبر می شود. در سالهای اخیر سلیم بویبچه به یکی از صاحبکاران پرنفوذ در عرصه تجارت ازبکستان تبدیل یافته، همزمان با دست خیر و سخاوتمندی و اختصاص مبلغ‌های بزرگ برای برنامه‌های خیریه معروف شده است. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی سلیم بویبچه سرپرست یک عده از ستاره‌های هنری ازبکستان و روسیه نیز هست.